برای تفسیر شما و باز نظر شما درباره آنهایی که امروزها دعوت به اسلام میکنند اما انا همین گونه خصلت نیک رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارند. یعنی که چنانکه شما گفتید نوکک رسول الله صلی الله علیه و سلم اول مقدمه میکردند و سخنهای خوب میگفتند و بعد از آن نهی میکردند یا من میکردند از کاری که بد است. اما امروز معلوم است که در بعضی حالتها بعضی برادران و بعضی طالب علمان میگویند که انا همین کار را نکرد یا اینکه انا همین کاری بد را کرد از اسلام خارج شد یا کافر شد. با اونها شما چی گفته میتوانید؟ یعنی علی کل حال ما باید در همه کار ما به قرآن و سنت برگردیم. ما چخیلی که الله سبحانه و تعالی گفت قل هذه سبیلی ادعو الی الله، بگو ای پیامبر این راهی من است. ادعو الی الله، من مردم رو به سوی الله دعوت میکنم علی بصیرتی، با بینایی. الله تعالی علم رو در قرآن بینایی نامید، برای آنکه کلمه عامی ها هم از کلمه نابینا گرفته شده است. عامی ها به معنای نابیناها و شخصانی که آنها را دعوت به سوی الله تعالی میکنند آنها بینا هستند. یعنی بینا چخیلی که نابینا را راهنمایی میکند آنها را به راه راست، به راه نزدیک، به راه بی خطر باید راهنمایی کند. همین گونه آن آدم هایی که مردم را دعوت به سوی الله تعالی میکنند باید با بینایی دعوت کنند، به سیرت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کنند، به اخلاق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کنند، عبرت گیرند، طبق دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت کنند. من و پیروان من گفتم، یعنی من و پیروان من با همین راه، یعنی با بینایی مردم را به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت میکند. بنابراین جناب رسول الله معامله هایی که با مردم داشتند که سببی شد که آنها نه فقط مال خود را بلکه خون خود را، جان خود را در راه این دین مقدس اسلام فدا کردند. فدا که ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادری من فدای شما باد یا رسول الله میگفتم. لبیک یا رسول الله، وقتی که پیامبر نامش را میگرفتن لبیک یا رسول الله، معنای لبیک چی است؟ معنای لبیک این های خالی نیست، یعنی این فلانی گفتن لبیک یا رسول الله گفت، یعنی رفت و اگر شما یگان فرمان یگان سپارش داشته باشید اون سپارش اجرا است از جانب من، گفتنی معنا دارد. اگر ما به رفتار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه ها نظر کنیم، واقعا رفتار خاکسارانه و به هر یک طایفه قشری مردم موافق پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکردن. یعنی شما چی تفسیر میتید به آنهایی که چنانکه پیشتر گفته میگن که اگر این کارو نکرد یعنی قطعا با آنها یک حکم میبرند، یعنی با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت کنند. طبق پیامبر صلی الله علیه و دعوت کرد. مرد با نام ظاهر بود، بادیه نشین بود، صحرایی بود، گاه پیامبر صلی الله علیه و سلم را زیارت میکرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دوست می‌داشت. اون صورت بی‌زیب داشت، شخص یک کمبغل بود. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم به زیارتش رفتن که نبود. بعد گفتن که او در بازار است، به بازار رفتن دیدن که یک متاعهای ارزان میفروخت، چیزهای عادی میفروخت. از قفایش آمدند و با آغوش گرفتن، چنان با آغوش گرفتن که او دیگر نمیتونست به قفا نظر کنه. بعد گفتن که من یشتری العبد، من یشتری العبد، کی غلام میخرد، کی غلام میخرد. گفتم عبد در لغت عرب این بنده ترجمه میشد. بنده، ما بنده الله هستیم. بنده با غلام هم ترجمه میشه. زمان غلامداری بود، مردم در بازار غلام میفروختن. کی غلام میخرد، کی غلام میخرد. گفتن که غضب کرد، گفت که کی مرا غلام گفته ایستاده است. و اگرچه بیزه بود، اگرچه مثلا کمبغل بود، اگرچه شخصی بود که مردم در نزد مردم آبروی اعتباری بلند نداشت، لیکن آزاد بود. گفت کی مرا غلام میگوید. تو با یک قهر و غضب نظر کرد که ناگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم در قفایش، تخت پوشش با آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم چسبیدگی است. چه خوشبختی است. بعد با یک آهنگ شکسته گفت که اذن تجدنی کاسدا یا رسول الله، این طور باشد یا رسول الله مرا سودای کساد میابید. یعنی اگر در حقیقت من غلام شما باشم و شما مرا فروختنی باشید، مرا کسی نمیخرد. غلام ها نرخ و نواهاشون فرق میکرد. غلامی که مثلا هنر دارد، غلامی که خوشروح هست، مثلا غلامی که جوان است و قیمت است. غلامی که مثلا صفت های بد دارد، خبرکش است مثلا
چون نرخش پست است. یعنی در همون دوره در همون زمان پس بود بله همین فرق گونه. میکرد بله. ایدن تجدونی کاسیدن، من این خیلی باشد سودای کساد مییابید یا رسول الله. گفتن که ولکنک عند الله غالب، لیکن تو در نزد الله تعالی قیمت هستی. در بعضی روایات تو در نزد الله تعالی کاسد نیستی، یعنی سودای تو کساد نیست، تو قدر داری در نزد الله تعالی. گفتن این سخن ها دیگه از خاطرش نمی برآمد، او در قلبش محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم جای گرفته بود. همین گونه دیگر صحابه، حتی صحابه‌های خردسال، شما ببینید یک روز پیامبر صلی در صحیح بخاری آمده است طهارت میکردن که یک کودک با نام محمود ابن ربیع آمد، دستاش در مابینش در میانش تماشا میکرد با ذوق طهارت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن که این کودک تماشا دارد، به دهانشان آب گرفتند و بر روش پوف کردند. خرسند بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراهی من شوخی میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم روانشناس بودن، شاید همین که رفتار اگر با یک کودک کنه ممکن به سنگ زند. و برای اون پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونستن که همین عملشان باعث محبتی همین فرزند کودک میشد. واقعا همین خیلی شد. و بعد اینکه مثلا کلانسال شد همچون فخر نقل میکرد: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين. من در خاطر دارم اون آبی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر رویم پاشیدند و حال آنکه من 5 ساله بودم. امام بخاری در باب متى يصح سماع صغیر آوردن که اجازت است، درست است که کودک خردسال علم شنیده اش را روایت کند، یعنی از سن چند سالگی، یعنی 5 سالگی را در اینجا راجح میکنه. یعنی ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم با این کودک چگونه رفتار کردند و این کودک وقتی که بزرگسال شد باعث فخرش بود که میگفت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر روی من آب پاشیدند.